रहीम गो अल्लाह पाकिन आमा फरीद बलोचन शहरस्तान सरावान उम्मीद कना कि अल्लाह पाक तमाम वाजियाना सेहत सलामत बका तरीक़े पोस बसन बाद शिक पोस मा नम को आपाने चंग इंजात पेसनी तोजीदा नु चुनका मा पोस जेरमगिरी कने तरीक़े जेरमगिरी पोस पे सरोज पोस बंदे बे हालती दारें दारीनी इचारबियान पोस्ट पोस है शानमा वक्त एक चावो चुकाई के जने थोड़े चावो का जंग पोस जख्मी मबो de çakoy biar sari takh bu bro çakoy biar no be halati janin take buradaya chessaben وقت که ای فیگانو تلاس پوست چسب ببین ورقتان آب پوست وشتر جواب بدن تنکتر بو یعنی یک جوری پوست تنک کنگو چون که پوست ما तने कहीं बे हालत आप ही जने वो आप एक जात पता बे हालत ही कर रहे हैं हर चमा गिश्तर मसला ने जब कर रहे हैं गिश्तर पोस्ट लाए चर्बी दूरी है लाए चर्बियानक दूरी है शाह हमें पीगाने तलाने नुशांक चेर पोस्ट है ते सरोज आवाज साज अग्रेन बल हर चिक इदा चितेर बबो हर चीज गिश्तर बजने तमिस्तर वो पोसमा पोस तमिस्तर वो वश्तर पोस जवाब दान बस उसान बुजुर्गवार तवज्जो कने पोस तक तो आने पकाशंतियो तक तो आने काश बदे बाद इस काश दाते ना आप भी तो जर्मनी दूर कने तो इश्क हिच कोना लाजर में शेर पोस मामाने उम्मीद کنم که این کلیپ مورد پسند بود و یک نوع آموزش کسانی نه در مورد پوست صاف کنه ان شاء الله بسینی را هم بس یک کلیپ بگیریم پر شما توضیح ده التماس دعا الله گنج رحمتانه باو اخروان چون فرمایشن کو که وقتی که پوست کارانی انجام داد و تمیزین کرد و صافین کو نو بسینی وقت که ما درست بندیم پوسا بدون چسب حالا ایش تمیز چش چسبید خب به حالت کاملا پوس به حالت بدون چسب اگر چسبی بجنه پوس هم بدریخته بود دیگر و بعد از بدریختی هم پوس هم صدای گرفت نه که پوست وقت گفته نو مادامی که واسین تقریبا 2 تا 3 روزی هلن که کاملا خشک بود اگه تهیر نم به هست گوڑ سیمتاری کنه نو پدا واقعی که سیمتارین کو ای قسمت که ای خط تو ایده یک تک پوست چسبینه بخاطر چه که ای سیم که سواره بین تارانی که سواره بین ای تاران پوست زخمی مکنه و پدا ازدک که سوراخ پیچو ای جاگا سوراخو هرچی به ایده ما بره هرچی به ایدم بره صدای سرود کلوفتره بود هرچی به ایدم یای نازکتره بود اگر یک بزرگواری رو سرودی هست آواز سرودی سنگینو یعنی حالت گیری هست و سیما نه پچار سیما ایده اتما باز ایده میں اگر باز سواک کو گر سیما ایده میں پس چه در حد وسط قرار بگیرن سیما وسط قرار بگیرن 1-2 سانتی 3 سانتی به طرف چپ کشک ببین گرا سرود صدای میزانه بود پدا خرکو که هم دوستان نادن اذا خرکو سوار کنه خرک باید سر خرک گو ایشی مساوی بود ای جاگه تای خروک اذا که دار بود اذا بین دارم بود ای جاگه دو داروک هست ای جاگه بود تایی از تنظیم خروک مثلا پیدا خروک مناده خروک هم تنظیم هست سر خروک یعنی وقتی که چاری تی ای جاگه گو ایش باید برابر بود پدا باید گو ای شیطاندار هم برابر بود موقعی که چی چاری گو شیطاندار برابر بود
یک آموزش در مورد پوست بستن. پوست چونکا بسته نبود. امید کنم که کسانی کلیپ مورد پسند قرار بگیرد. و خب آنچه که فرمایشین کرد، پوست وقتی که جرمگیری کو پشتی را جلوی را منچو جرمگیری کنی، یعنی دیمی را. و زمانی که بندین آمودن که سر پوست بودن که لیرین تینیم، بعد سرش به طرف بالا بو. اگر سرش جهلا بو، این پوست تار و پودی هست اور چپکه بود. دوستان توجه کنه، زمانی که بندن این بودن که ته پوستن شام بالا دیمه، یعنی سر مودن بالا دیم و جهلا دیمه بین. پدا موقعی که جاگه یهتن اول پوست ناد ای جاگه ایتا که دست سو دورمه نزدیک کنه دو پینه جانه، ایتا دو پینه جانه، دو پینه دیگه جاله جانه. پدا گوشوارایانه بور گوشوارایانه که بورید نو پوست کشه. و یک اشتباه اکثر بزرگواران که پوست بنده کنه، پوست چسب جانه، یعنی چیری رو چسب جانه. هیچ وقت چسب استفاده مکنه. چسب صدای سروز گرید. این چسب که شما جنه ته پوست صدای پوست گرید. پس هیچ چی استفاده نکنه. پوست نم بکنه. زمانی که نم بولا چینینی پینانی جنه کشینی به ای حالت گناه خبنده. گناه چون بسا شرا بندین تا تقریبا 24 ساعتی هلین که خشک با پوست وطا بگیرید. اور قطعا پوست دیگه هم وطا گیرید، هم سفت بود، هم صدای وطا دند. چون چربیانی گرگ بودن، جرمانی گرگ بودن، چنگ جتن بودا، تنک بودا، ای پوست گوڑا واش جواب دند. بله اگر جرمانی رو ما مگرین و پدا دیمی رو هم ما جرم گیری مکنه گوڑا ای پوست واش جواب ندند. بس امید کنن که دوستان بزرگوار ته پوست بستن حتما دقت کنن که چونکا پوسا ببندند. چونکا پوسا بندند. پس هنچو که توضیح داد اول چنگ جتنیو این گودش گوده چنگی جنه کشیه حداقل 1 ساعته. بعد از که 24 ساعته ناب کرد، یک شبه روزه. پدا دوباره بعد از کشتن چپکایی کنه جرمانی جنه و یک چاقوی که فقط جرمانی دور کنه، پوست زخمی مکنه. پدا که ناتت پینانی رو جنه و گوشوارانی را بره اندازه 1 سانت 1.5 سانت گوشوارانی تا کنه با قدرتی کشه جهلدی. پدا تیغی زوره دوری نگره دیگه. ای پوست قطعا خراب نبود و واش جواب هم داد.